اما الان تو راه یه جلسه مهمم. من نمیتونم برم مدرسه. تو برو. یه لحظه وایسا ببینم. خب منم تو آشپزخونم. بهت بگم تو آشپزخونه خونه نیستم، رستورانم. یه دنیا سفارش هست، نمیتونم ول کنم. تو که کمک داری نازلی. بذار امروز خیلی خوب، پس تو هم بذار دستیارات واسه این جلسه خیلی مهم برم. قرار خصوصیه. کسی به جز من نمیتونه بره. اگه تو نمیتونی بری به تارخ بگو، اون رسیدگی میکنه. فرید دارم بهت میگم خیلی مهمه. بلوت یکیو زده. تارخ چیه؟ نازلی اینا بچه‌ن. خب دعوا میکنن، زمین میخورن، زخمی میشن. تارخ بره. من بعداً با بلوت حرف میزنم. باشه؟ الان باید قطع کنم. بله آقا فرید. ظاهر بکر داره تعقیبت میکنه. نرو سر قرار. برگرد. برو یه غذایی بخور. بعد دوباره برگرد تمرینگاه. باشه؟ بله آقا فرید. جنبه شانس حوثی. نازلی تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه نگفتی از مدرسه زنگ زدن؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه قرار نبود تارخو بفرستی؟ اینو تو گفتی عزیزم، من نگفتم. چون تلفن روم قطع کردی واسه همین نتونستیم کامل حرف بزنیم. ببخشید تو وضعیت خوبی نبودم. اما تو هم طاقت نیاوردی اومدی. بریم ببینیم پسرمون چی کار کرده. کجا تو میدونی؟ اینجا یه خانومی هست، میتونیم از اون بپرسیم. وایسا اینو درست کنم. یکم صمیمی به نظر بیایم. سلام، خسته نباشید. میشه بپرسم سالن ورزش کجاست؟ از این در که برین سمت راست. باشه، خیلی ممنون. زود باشین، زود باشین. آفرین. یکم آرومتر، با دقت. آفرین، زود توپو بگیر. برو عقب. نازلی دایی. بلوت سر جات. شما ادامه بدین. ادامه بدین بچه. وای یاد بچگی افتادم. مگه تو بچگی چیکار کرده بودی؟ دوستمو زده بودم. شما حتما سرپرستای بلوت هستید. بله سلام، من فرید اسلانم، داییش. نازلی زن داییشم. خوشبختم. منم معلم ورزشش اکرام. خوشبختم. راستش ما خیلی تعجب کردیم. بلوت واقعا همچین بچه‌ای نیست آخه. میدونم. بلوت بعد از اینکه خانواده‌شو از دست داد توی مدرسه رفتارش بد شد. ولی باور کنین تا حالا همچین چیزی پیش نیومده بود. شاید به خاطر مسابقه با هم دعوا کردن. در کل خوب نیست، اما لااقل یه توضیحی داره. عزیزم ایشون گفتن که قبل از مسابقه دعواشون شده. نشنیدی؟ شنیدم عزیزم. بعضی وقتا هیجان مسابقه از قبل شروع میشه. خب شاید تو نمیتونی. ادامه بدین بچه‌ها، ادامه بدین. مگه بهتون گفتم وایسین؟ زود باشین، بدوین. دعوا اصلا ربطی به مسابقه نداره. یکی گفت این کارو کردم، این کارو کردم، بهونه‌گیری کار این بودی. باشه خیلی ممنونم. ما بلوتو حتما تنبیه میکنیم. اصلا شک نداشته باشید. بله، اما قبل از تنبیه حتما باهاش میشینیم صحبت میکنیم. نه، بچه باید خوب متوجهش باش بشه. بله البته تو خونه صحبت میکنیم، اما میدونیم که بچه‌ای که تو این سن هستن به خاطر اینکه درس عبرت بگیرن باید با ملایمت باشون رفتار بشه. کاملا درسته. واسه همین باید تو خونه بشینیم و با هم حرف بزنیم. ادامه بدین بچه‌ها. آفرین، به نوبت. زود باشین. آفرین. من مطمئنم که شما بهترین کار رو انجام میدید. نگران نباشین. ما هشدار لازم رو به بلوت میدیم. بله، بهش یاد میدیم که چه فکری میکنیم و اینکه چقدر کارش اشتباه بوده. خیالتون راحت. عزیزم بهتره ما بیشتر از این وقت مربی رو نگیریم. باشه، پس روزتون بخیر. بفرمایید میتونیم بلوت هم ببریم. روز بخیر. روز بخیر. بلوت بوده بیا. آفرین بچه ها، ادامه بدین. باریکلا. آفرین، سریعتر. آره همینطوری. آفرین.
بلو جون، ما وقتی فهمیدیم خیلی تعجب کردیم. گفتیم بلوتی که ما میشناسیم از این کارا نمیکنه، مگه نه فرید؟ واسه همین میخوایم خودت واسمون بگی. میخوای تعریف کنی یا نه؟ اول افه جان شروع کرد. چی شروع کرد بلو؟ افه جان همیشه وقتی میاد تو کلاس بهم لگد میزنه. امروز هم زد. منم بهش یه مشت زدم. پس زدیش؟ این یعنی چی عزیزم؟ عمو هاکان گفته بود، گفت اگه کسی بهت زور گفت تو اصلا کم نیار. گفت بعضیا قلب دارن، بعضیا دل و جرأت. منم دل و جرأت دارم، یه دونه زدمش. بلوت عزیزم، همه 2 تا دست و 2 تا مشت دارن. اگه هر کی عصبانی میشه یه مشت بزنه چی میشه اون وقت؟ چطوری میتونی مشکلاتو حل کنی؟ به من چه؟ اول افه جان شروع کرد، اون لگد زد، حقش بود. اگه اون حقشه پس تو هم حقت تنبیه بشی. تلویزیون و کامپیوتر یه هفته ممنوع. چرا؟ فکر کنم یکم زیاده. اما اگه رفتارت خوب باشه تنبیهت کمتر میشه. به من چه؟ افه جان شروع کرد، اون لگد زد. چه به موقع به نصیحت هاکان گوش داده. آره، امیدوارم که دیر نشده باشه. تو رو برسونم رستوران یا میخوای با ما بیای؟ من میرم رستوران. نازلی تو رو خدا با ما بیا. باشه بلو جون، تو نگران نباش. توی رستوران یه کار کوچیک دارم بعد میام. شب واسط قصه میگم. باش. امشب خیلی سخت خوابید. 3 تا قصه خوندم دیگه، کم مونده بود خودم بخوابم. واسه من درست کردی؟ خیلی ممنون. ببینم هنوز گرمه. تو از کجا فهمیدی دارم میام پایین ها؟ حس کردم. که حس کردی؟ وقتی در اتاق بلوتو بستی منم دکمه قهوه سازو زدم. آها حالا شد. ممنون، خیلی چسبید. خسته به نظر میای. هم تو رستوران کار میکنی هم تو خونه. بلوت خستت میکنه؟ نه عزیزم، بلوت منو خسته نمیکنه. تازه خستگیم هم در میره. خیلی حالم خوب میشه. اونم با تو حالش خوبه. خوششانسیم که تو کنارمون هستی. من بلوتو خیلی دوست دارم. اونم این علاقه رو فهمیده. همینطوری با هم ادامه میدیم. میدونم. باز داری اونجوری نگاه میکنی ها؟ چجوری نگات میکنم؟ انگار تو ذهنت 1000 تا سوال داری یا دنبال یه چیزی. دنبال چی هستی ها؟ همیشه خواستم بدونم پشت چیزایی که میبینم چیه. پشتش هیچی نیست فرید. هرچی که میبینی و میشنوی همونه. من هیچی ندارم که بخوام از تو مخفی کنم. خیالت راحت باشه. نازلی مثل آبی زلال. نازلی بلوت صدا میزنی؟ پس من برم بهش سر بزنم. حتما برای آدمی مثل تو که به تنهایی عادت داره زندگی مشترک خیلی سخته. نه خیلی هم چیزی فرق نکرده.
قبلا هم با نازلی و بلوط زندگی کردم. آره، اما اون فرق داشت. نازلی اینجا برای تو کار میکرد، الان اینجا زندگی میکنه. یعنی حق داره جوری که دوست داره باشه. بعدش هم اصلا معلوم نیست که این رابطتون چقدر میتونه ادامه پیدا کنه. زندگی دنیس، زندگی. این رابطه‌ای که میگی زندگیه. بعدش هم نازلی میتونه هر جوری که دوست داره باشه. حتی وقتی که تو این خونه کار میکرد راحت بود برای خودش. آره، حق داری. با وجود تو گاهی فکر میکنم آدم منضبطی مثل تو چطور تونسته با شرایط ازدواج کنار بیای؟ سخت نبوده؟ دنیس، من و نازلی ازدواج کردیم. برعکس این که فکر میکنی تصمیم منه، تصمیم هر دومونه. اینو بفهم و قبولش کن. هر کسی تو جایگاه خودش با کسیه که دوستش داره. نه خیر فرید اصلان، همه جایین که تو میخوای، تو وضعیتی که تو میخوای. به جای اینکه تو سرت مثل دیوونه دنبال ما باشی و فکر کنی که چطور میتونی حال منو بگیری، یه کار دیگه برای خودت پیدا کن دنیس. دست از سر ما بردار. شما چتون شد یهو ها؟ چی کار میکنین؟ یکم آروم باشین دیگه. چیزی نیست، داریم صحبت میکنیم. فرید، آبجی؟ آبجی؟ آبجی چی شده؟ حالت خوبه؟ دمت، اینجا چی کار میکنی؟ باید درباره هاکان چیزای مهمی بهتون بگم. خب بگو دیگه آبجی چی شده؟ دنیس، اتفاقای خیلی بدی افتاده، خیلی بد. باشه بیا تو، آروم باش، بشین تعریف کن. باشه بشین، بیا عزیزم. میرم واسه آب بیارم. بشیر، شما میخواین دیوونم کنین؟ من بالا سر این زنه 2 تا آدم گذاشتم. این دیوونه ها خواب بودن؟ داداش حق داری، اما خانم بچه ها رو پیچونده. چطوری پیچونده؟ چطوری رفته که هیچ کس اونو ندیده بشیر ها؟ به خدا پرسجو کردم وقتی سوار تاکسی شده دیدنش. فقط این که نیست، نمیدونیم کجا رفته. به خدا دارم دیوونه میشم، دیگه دارم دیوونه میشم. رفته پیش دنیزه. چی کار کنیم داداش؟ اگه خانم حرفی بزنه تو دردسر میافتیم. بشیر میدونم الان رو مخ من نرو، به حد کافی دیوونم. قطع کن، من خودم یه راهی پیدا میکنم. قطع کن. آخ دمت، آخ. دمت، حالت بهتره؟ آره بهترم، ممنون. دمت، میشه دیگه بهمون بگی چی شده؟ بذار آروم شه، حالش جا بیاد. با هاکان دعوا کردی؟
آبجی بگو دیگه، با هاکان دعوا کردین، کاری کرده؟ اذیتت کرده؟ کتکت زده؟ بگو پاشم حالشو بگیرم. هاکان داره زنگ میزنه. جواب نده دنیز لطفا. میخوام بدونم. دنیز لطفا. میخوام بدونم. یه لحظه. الو چیه؟ دنیز جان سلام، شب بخیر. ببخشید مزاحمت شدم، نتونستم خواهرتو بگیرم. پیش تو نیومده؟ بینتون اتفاقی افتاده؟ پس معلومه که پیش توه. دنیز جان کجایی؟ باید با خواهرت صحبت کنم. خونه ای؟ خونه فریدیم. همه پیش همین. تو امنیته، جایی واسه نگرانی نیست. دنیز جان پس گوشیو به خواهرت میدی، موضوع مهمیه که باید بهش بگم، لطفاً خواهش میکنم. هر چی میخوای بگی بگو هاکان، زود باش. دنیز جان ببین، برات گفتم که مسائل خانوادگی ما به تو ربطی نداره، نباید تو رابطه زن و شوهری دخالت کنی. دوباره ازت خواهش میکنم لطفاً گوشیو بده به خواهرت. باهات کار داره، خیلی اصرار داره باهات حرف بزنه. بله هاکان. این زیباترین صداییه که تو دنیا شنیدم. زیباترین زن دنیا. حالت چطور عزیزم؟ دمت جان لطفاً الان بدون اینکه به اونا حرفی بزنی میشه از اونجا بیای بیرون؟ بعدش گوشی خودتو ببین، چون برات یه پیام معذرت خواهی فرستادم. من الان میام. یه لحظه. چیه هاکان؟ هرچی میخوای بگی بگو، گوش میکنم. معلومه که هنوز به کسی حرفی نزدی. به نظرم کار منطقی خوبی کردی. به تبریک میگم، باریک، زن عاقلی هستی. هنوز به کسی چیزی نگفتم، اما میگم که اون تصادف کاری تو بوده. میگم که دمیر و زینب و تو کشتی هاکان. واقعا عزیزم چرا اینجوری حرف میزنی دمت؟ ما دربارش با هم دیگه حرف زدیم. مگه نگفتم اگه تو همچین کاری بکنی میگم نازلیو تو سردخونه حبس کردی؟ مگه نگفتم تو حرف بزنی منم حرف میزنم؟ نگفتم؟ ببین اصلا برای مهم نیست. من با یه وکیل خوب خودمو نجات میدم، اما تو اصلا نمیتونی خودتو نجات بدی. تو زندون میپوسی عوضی. ای عزیزم، عشقم، همسر قشنگم، دیوونه ازت خوشم میاد، راضیم ازت، خیلی بامزه‌ای. من این همه سال شوهرتم، تو یه ذره منو نشناختی. ببین من خیلی وقته که کارمو راست ریز کردم، خیلی وقته. تو نمیتونی به آدمایی که اونجان هیچ حرفی بزنی. تو چی داری میگی ها؟ دمت جون برات یه پیام فرستادم، یه عکس، میشه ببینی؟ الو دمت صدامو میشنوی؟ ببین اون عکسو باز کن، نترس، ببینه چیزی نیست. این دیگه چیه؟ چرا این عکسای مسخره رو برام فرستادی؟ این یارو کی؟ این یارو طاهره، کسیه که فرید به عنوان جاسوس پیش من فرستاده بود. اما این یارو دیگه بیمه زندگی منه. میدونی چرا؟ چون که طرف مرده، رفته اون دنیا، دور از جونشون. میخوای بدونی کی اونو کشته؟ تو! عزیزم یادت با هم رفته بودیم تمرین تیراندازی، من بهت یه هدف نشون داده بودم، گفتم باید به شلیک کنی، تو هم با حرص و عصبانیت همه یه تیرایی که تو اون اسلحه بود و اونجا خالی کردی. اون روز ما پشت اون هدف طاهر رو چسبونده بودیم. تو
هم رفتی و طرفو کشتی؟ تو چطوری این کارو با من کردی؟ اشتباه نکن، من هیچ کاری باهات نکردم. هر کاری کردی خودت بودی. قاتل شدی دمت، قاتل. عزیزم دیگه یه قاتل خیلی خوشگل داریم. آها راستی اینم بگم که اسلحه ای که باش طاهر رو کشتی پیش منه، چون که باید قایمش کنم اثر انگشت روشه، دیگه مال منه. بعدش هم طاهر رو یه جای خوب دفن کردم، کسی نمیتونه پیداش کنه، فقط من جاشو میدونم. دیگه الان خوب به حرفم گوش منو لو بدی، منم تو رو لو میدم. اگه منو بسوزونی منم تو رو میسوزونم که عین شمع بسوزی. الانم گوشی رو با آرامش قطع کن. میری پیش اون جماعت یه جوری حرف میزنی که انگار هیچی نشده، یه دروغ قشنگ میگی. مثلا زن و شوهر دعوا کردیم، یه عالم اتفاق افتاده بود، هاکانم داره میاد پیش من، میگی میخواد ازم معذرت خواهی کنه. فهمیدی عزیزم؟ خب دیگه برو، دوست دارم، میبوسمت. خیلی دوست دارم بدونم چی دارم. نمیدونم، اما دنیز من دمیتو تا حالا اینطوری ندیده بودم. حتما مشکل بزرگی بینشون پیش اومده. تو فکر میکنی همه زن و شوهرها مثل شماها خیلی کاملن؟ من برم ببینم چی دارم میگن. نگرانم. آخه چی دارم میگن؟ دنیز بری. آبجی؟ آبجی؟ چی شده؟ چی شده ها؟ به چی گفت؟ چی بهت گفت؟ هیچ. نمیت میشه آروم باشی؟ بیا بخور. وقتی اومدی گفتی میخوای یه چیز مهم درباره هاکان بگی، میشه لطفاً بگی چی شده؟ بگو دیگه، همه نگرانی. من هاکان دعوا کردیم. چی کار کرده؟ اذیتت کرده؟ اذیتت کرده؟ ببین میتونی به من بگی، آروم به هم بگو، باشه؟ تعریف کن. هاکان سرم داد و بیداد کرد و خب منم جوابش رو دادم. منم سرش داد و بیداد کردم. دلیلش چی بود؟ آسمان میشه ساکت بشی؟ من فقط همینجوری ساکت باش. راستش هیچ دلیل خاصی نداشت. یه مسئله کوچیک بود. بعدم که نتونستیم حل کنیم اینجوری بزرگ شد. خب الان برای چی هاکان زنگ زده بود؟ هاکان اشتباهش رو فهمیده، عذرخواهی کرد. بعدش گفت یه کم دیگه میاد اینجا، میخواد رو در رو عذرخواهی کنه ازم. آقا هاکان اومدن. باشه. با خواهرم چی کار کردی؟ دنیز، یه سری چیزا هست که تو میدونی اما اونای دیگه نمیدونن. موضوع سقط، گرفتن بلوط از ما، تهمت‌های مربوط به مرگ برادرت، سر این چیزا بحثمون شد. من مقصرم، فقط میخوام معذرت خواهی کنم. اجازه میدی؟ لطفاً.
ببخشید این وقت شب اینجوری مزاحمتون شدم. دلم نمیخواستم چه اتفاقی بیفته، اما یه کاری هست که باید انجام بدم. عشقم، من تو رو ناراحت کردم، اشتباه کردم، خیلی بهت گیر دادم. میخوام ازت عذرخواهی کنم. عشقم، من هر کاری که میکنم به خاطر خودمون و به خاطر توه. دمت جان. عشقم، منو میبخشی؟ ها؟ اینو برای تو گرفتم. این برای توه. بازم معذرت میخوام. باور کنین داشتم سکته میکردم. انگار الان دیگه دلم آروم شده. هاکان، اگه یه کاری کنی خواهرم اذیت بشه، با من طرفی. دنیز، میدونم نگران شدی. خب شما هم نگران شدین. واقعا از همتون معذرت میخوام. اما خب تو خانواده پیش میاد دیگه، بین زن و شوهر. تو که یک کمشو میدونی. منم یک کم رو مخ خواهرت راه رفتم. یه اشتباهی کردم دیگه. ببخشید دیگه این وقت شبم مزاحم شما شدیم. میخواستم بلوتم ببینم، اما حتما الان خوابه. بهش سلام ما رو برسونی. بریم عزیزم. بیشتر از این دیگه مزاحمشون نشیم. بیا عزیزم. آبجی، تو حالت خوبه؟ ببین مجبور نیستی بری. خوبی؟ ها؟ مراقب خودت باش. نگران نباش. بیا عزیزم. شب بخیر. دارم میام. بریم. این دیگه یعنی چی؟ وقتی دمتو اونجوری دیدم خیلی ترسیدم. انگار یه مشکل خیلی بزرگی داشت. اما بعد یهو هاکان اومد، آشتی کردن و رفتن. این فقط واسه من عجیبه یا نه؟ آره واقعا عجیب بود. آره نفهمیدم اینم از ادای خواهرم بود یا نه. نه دنیز، قشنگ معلوم بود که ادا نیست. دمت وقتی گریه میکرد میلرزید. حال دمت خیلی رفت رو اعصابم. حتما یه قضیه‌ای پشتش هست. مثلا چی؟ نمیدونم. فعلا برای حد زدن خیلی زوده. دنیز، تو دمتو تنها نذار باشه. باشه، من تنهاییم باش حرف میزنم. شاید یه چیزایی باشه که بخواد بهم بگه. فکر خوبیه. خب ما گذشته خیلی خوبی با هم نداریم، اما معلومه تو شرایط سختیه. باید بهش کمک کنیم. مگه نه فرید؟ آره حتما. ولی من بیشتر از اینا به فکر بلوتم. خوب شد که بلوتو از اونا گرفتیم. آره واقعا. نمیخوام تصور کنم که بلوت وسط جنگ و دعواشون بوده. اینجام خیلی براش مناسب نیست. آخه الان وقتی این حرفاست آسمان. از اون نظر نه که چون ازدواج شما واقعی نیست برای این میگم. آسمان به نظرم کافیه دیگه. حالا که عفو شده میگم. هممون باید این رازو پنهان نگه داریم. نباید برملاش کنیم.